سلام و روز بخیر همراهان عزیز. من امروز برای خودم اجازت میدهم که در یک موضوع بسیار مهم نوار ثبت کنم. این موضوع نگران کننده جداشوی عائله های جوان است. واقعا نه وابسته از دین و مذهب و نژاد، عائله یک رکن بسیار مهم و مقدس به شمار می رود. لیکن متاسفانه امروز مشاهده میکنیم که این مقدسات مثل که آهسته آهسته از بین رفته ایستاده است. توجه کنید به این نوار. خیر، کاری شدگی شد. مهم به کرته عروسی از خانه‌مون میبرایم. همینم به خاطر پدر و مادرم. نباشد خودم بیزارم. با قدر امکان 2-3 ماه طاقت میکنم. بعد یگان علاجش را مییابم. من از مدینه و سیاره چی کمی دارم؟ برای چی آنها میتوانستند و من نه؟ مدینه بعد 2-3 ماه جدا شد. دری نگذشته صاحب همه چی شد. تلفن های قیمت، ماشین و باز آزاد میگردد. سیاره کو از وقتش آفت بود. 1 ماه هم خدمت شوهرش را نکرد. با سری بلند از شوهرش جدا شد و الان باشد از یگام چی کم نیست. نوابسته از شب و روز به کجای خواهد می رود، چه خیلی پسندش باشد می گردد. مرا به کسی می دهند که نمیدانم کیند، چه خیل آدم هایند و مرا در عائله هاشون چه خیل قبول می کنند. به هر حال من باید نغزکک نقشه کشم. همین 2-3 ماه طاقت کنم. توبه همین قد میگویم نیتم را تازه گیرم نمی شود. میدانم یگان پدر و مادر در فکر بدی فرزندش نیست، لیکن لیلی، دوزنده گفت که 1 ساعت پس کرته ها تیار می شوند. تو تیار شدی؟ ها چه؟ منم تیارم. صبر کن گفتم نفهمیدی. در 2 ماه 10 بار از من طلاق پرسیدی. صدقه نام زن شوی ابله. به تو جواب. دختر به آرزویش رسید. با آبروی با لباس سفید از خانه پدر و مادر به خانه شوهر رفت. اما افسوس که مقدس بودن عائله را قبول نکرد. اکنون 2 اولاد از پراکنده شدن این عائله جوان خیلی غمزده شدند، مخصوص والدینشان. اکنون دوام زندگی دختر را میبینیم که پس از جدا شدن با چه مشکلی ها روبرو گردید. تو اگر دختری با عقل میشیدی زندگی تمی قبلی جدا نمیشیدی. نامرد، پول دارم گفته همین خیلی رفتار میکنی. لعنت به تو. به تمام مردها نفرت دارم. تو یکم نفر نیستی که مرا بازیچه دستت کردی. همه اتان یک خیلین. همه اتان با یک روند شناس میشوید و
با یک روند محبت میکنید، با یک روند میرنجانید. خب امروز تلفنی قیمت دارم، لباسی قیمت دارم، اما بچه کنی زندگی آرام، کنی خوشبختی، کنی عائله سالمی من، کنی فرزندان، کنی آسایش. هر کجایی می روم، هر کجایی که کار میکنم، همه با یک چشم به من می نگرند. زنی آزاد و بی شوهر. هر کسی که به من لطف و محبت میکند تنها برای دلخوشی خودش است. اصلا من، زندگی من، ناموس من برایش اهمیتی ندارد. از این همه خسته شدم، از لاف زدن ها و وعده ها و استفاده بردن ها. سخت پشیمانم، سخت. خواهری عزیز، فراموش نکن بعد از پدرت یگانه مردی که عفت و ناموس تو را بالاتر از ننگ خودش میداند و حفظ میکند این شوهرت است و تنها مردی که تو را همچون یک زنی پاک و تازه قبول میکند، قدر میکند و دوست میدارد این هم باشد شوهرت است. دیگر تمام مردهایی که به سراغت می آیند فقط به خاطر دلخوشی و آرامش خودشان است. برای یک زن از این بدبختی بیشتر نیست که همه چیز داشته باشد لیکن آسایش و آرامش عائلوی نداشته باشد. کنارش مرد نباشد که از ناموسش حفظ کند. افسوس سری پدر و مادرم را، برادرانم را و حتی اهل عائله شوهرم را خم کردم. برای چی؟ برای پول و مال دنیا و لذت دنیا. سخت پشیمانم. در سال 2024 5-6 رفیق من از همسرشان جدا شدند. پرسان شدم که سبب در چی بود؟ گفتن نمیدانیم. همسرمو نخواستن زندگی کنند بدون هیچ سبب و بدون هیچ مناقشه. پدران و مادران عزیز، التماس هیچ وقت در خانه‌دار شدن فرزندهایتان سراسیمه نشوید. پیش از آنی که فرزندهایتان را عائله دار میکنید از آنها پرسان شوید که آیا برای زندگی مستقلانه را پیش بردند آماده هستند یا که نه. میبخشید و زندگی فقط یک همخوابه شدن نیست. زندگی هم برای جوان دختر و برای هم جوان پسر مسئولیت خیلی بلند را طلب میکند. متاسفانه امروز بعد از جدا شدن بعدا پدر و مادر به خود می آید و فرزندانشان را سرزنش می کنند. در حالی که می توانستند پیش از ازدواج فرزندان را بفهمانند که آیا برای زندگی مستقلانه آماده هستند یا که نه. سالهای پیش در یادم است که وقتی که کلین خاندان یگان خطایی می کرد و اگر مبادای پدر و مادرش را دعوت می کردند پدر و مادر به خانه خدا با یک هیجان و شرم می آمدند و حتی دخترشان را نصیحت می کردند. می گفتند که دخترم زندگیت را قبل خرد و بزرگ این خاندان را حرمت و احترام کن. احالا باشه چی؟ بعضا مادران می روند خانه خدا و می گویند که جوابش را ده، از تو بهترش پیدا کرده می دهم. که این خیلی خیلی مایه بدبختی است و متاسفانه امروز این گونه پدر و مادران رو نیز ما شاهد می شویم و می بینیم. تحلیل ها نشان می دهند که یکی از سبب های اساسی جدا شدن عائله های جوان این
بر وقت ازدواج کردن آنها است که به زندگی مستقلانه آماده نیستند و دانش و ملکه کافی هم ندارند. به همین خاطر زندگی یک جای آنها دیر دوام نمی کند. با خردترین نافهمی و مناقشه آنها از همدیگر جدا می شوند. خواهری عزیز، به خاطر فتح سفید شوهر نکن. یگان چیز دنیا تو را از عائله و فرزندان سالم دیده خوشبخت کردن نمی تواند. نه سیم و زر، نه مال و ملک دنیا. عمر به حد تیز می گذرد. تراوت جوانی هم در گذر است. به همین خاطر درست فکر کن. پشیمانی ندارد سود.